آقا میگه نه، من یک کلیپی دیدم، یه چیزی تو تلگرام اومده بود خیلی جالب بود. یعنی این احمقی که طراحی کرده بود اومده بود بزنه، گفت خواستی خار کنی اما ستودی، اما چیزی رو اثبات کرده. نوشته بود نمیدونم موزارت 38 سال، نمیدونم کی چند سال، این آدمای معروف مثلا غربی رو نوشته بود که همشون هم زیر 40 بودن، بندگان خدا مرده بودن. بعد نوشته بود خدای چرا. بعد این طرف نوشته مثلا آیت الله صافی گلپایگانی 102 سال، آیت الله وحید خراسانی 98 سال، آیت الله مکارم 85 سال، آیت الله نمیدونم چی همچی، آیت الله نمیدونم جنتی، آیت الله جوادی آملی، علمای شیعه هم مثلا این طرف نوشته. گفته این بدبخت بیچاره این که نوشته ها خودش یه چیزی مثلا اثبات کرده، خب بریم این فکر کنه چرا اینقدر عمر میکنه، چرا اینقدر عمر میکنه؟ برای اینکه یه چیزی اون دین بهش گفتش آقا مثلا گوشت و ماست رو هم نخور، حروم نی، کراهت داره، باش نمیخور. حالا چرا آقا اینو با هم خوردن، حالا میخواد علم بهش اثبات بکنه؟ نه آقا شب بشین آب بخور، میشین آب میخور، چرا نمیدونم، دلیلی هم نداره بدونم. من اعتماد دارم به خدا، من حسن ظن دارم به خودم که میدونم تمام اون قواعد ملکوتیش از قضا به صورت ملکی هم جور است. همین روزه اخیراً اشتباه نکنم این برنامه نوبل 2017 رو یه ژاپنی برد پزشکی، روی فستینگ کار کرده. حالا ببخشید من پژوهشش کامل بشه براتون ارائه خواهم داد، خیلی جالب. رو فستینگ کار کرده، اثر روزه رو سرطان.